اگر نروند در سوریه با این پول نجنگن، اون پولو نمیدن برای اشتغال، اون پولو میدن به ارتش و سپاه که تو پادگانا تانک بخرن، هواپیما بخرن، توپ بخرن، ناو بخرن، بذارن ببینن که میخواد جنگ بشه. اگر $1 جمهوری اسلامی برده در سوریه و عراق، الان داره $1000 برمیگرده. اگر 1 ماه پیش رئیس جمهور رفت توی عراق قرارداد بس $14 میلیارد بابت این بود که قاسم سلیمانی $70 میلیون برد اونجا خرج کرد، داعش رو از عراق ریخت بیرون. اگر داعش و قاسم سلیمانی نمیرفت و 8 شعبی بریزه بیرون، امروز دولت ما نمیتونست بره $14 میلیارد قرارداد ببنده. آورده یعنی این $70 میلیون خرج کردی، $14 میلیارد قرارداد بست. در سوریه عمده معادنش دست ماست، چون پول خرجی که اونجا کردیم و سوریه نمیتونه بده. سوریه به مدت 60-70 سال معادنش دست ماست، ما استخراج میکنیم، 10% میدیم به سوریه، 90% پولش میاد تو ایران. این که ما بریم با اروپا آمریکا ببندیم $1 هم دست ما رو نگیره، ولی بریم تو سوریه و عراق کار کنیم اینجوری دست ما رو بگیره، این هنره. اینو یادتون باشه، اینا نقطه قوت های